بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم صلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفى محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام و خسته نباشی عرض منو خدمت دوستان عزیز. امیدوار و حالش خوب باشه. گناه بده، بدتر از گناه پروی بعد گناه. میشه حدیث داره رسول خدا میفرماید 4 چیز از خود گناه بدتره. اولی و شادی بعد گناه، که میشه گناه کرده بعد خیخه میگه ای سری کلاهش تو خودی هم فهم کیف مینی. خدا از این تا آدمو بدی میاد که هم گناه کرده هم پروی مینه. دومی و اصرار بعد گناه، میشه کار کرده باز خیخه میگه باز این انجام میده، این دفعه باز میرا سر پالز غلامک دوزی منو باز دوزی منو. اینو خدا خیلی بدی میاد. سومی کوچک شمردن گناه کرده بعد میگه ای چینیه علی که هرشو میرا سر پالز غلامک کیسم دوزه میاره، حالا یک دونه که من خوراک جرم گیره. باز خدا از این تا دمو بدی میاد. چهارمی توجیه گناه، که میشه من غیبت کرده میگه غیبت مکو، میگی نه بابا اشنم جلو خودی هم میگم خواهد چکار کنه. میگی رشوه، میگه نه لاله رشوه جیه، حالا یه بار کوالی که میدانم رئیس سازمانه اجرم گیره. هدیه است هدیه کار اندازه وام زیدتر میده. شما یه 200 بار کوالی بده تا کارش مزیدتر انجام شه. به عنوان هدیه بده نه رشوه.